مقامات نویه رشت روز 1 میلیون سال 2023 که اتفاقاً روز بین المللی حمایت حقوق کودکان هم بود، دو خواهر معیوب مادرزاد مدینه و میرونه مجیدزاده را از منزل یک حجرگی مساحتش 43.52 متر مکعب که سال 2009 پرزیدنت تاجیکستان به این خانواده عبارتش 4 معیوب تحفه کرده بود پیش کردند. این کار روز 1 میلیون تقریبا ساعت 2 بعد پیشین صورت گرفت. طور در ویدیوی به اداره پایگاه خبری بامداد فرستاده شده دیده می شود سود اجراچیان و دیگر نمایندگان مقامات تمام کرپه و بارشت و کرپچه و دیگر چیز و چوره این خانواده را از حجرهشان که در قبات دویم یک بنا در کوچه باقی رحیمزاده شهر غرب مرکز نویه رشت جایگیر شده است بدون چون و چرا برآورده به بیرون پرتافتند. گنجینه صاحب نظر رئیس محله که این خواهران معیوب به سر می بردند روز 2 ایون سال 2023 به پایگاه خبری بامداد گفت که به بعد بخت مدینه و میرونه بعد به بیرون برآورده پرتافتن چیز و چوره این دو بیچاره در غرب باران سخت بارید و همه چیز و چوره شون تر شد. ما یک جای با امسایه ها چیز و چوره آنها رو در آورده در درآمدگاه و تخانه بنا در رو موقتا جایگیر کردیم. خود مدینه و میرونه که به در خانه اشان قلف نو زدند این شب را در درآمدگاه در روی زینه ها روز کردند. نقل کرده است رئیس محله. بنا به اطلاع دریافتی در اساس قرار دادستانی نویه رشت مجیدزاده مدینه گویا برای قرضدار شدنش از حق اقامت در این منزل محروم کرده شده این خانه را بلافاصله با یک قرار دیگر رئیس حکومت نویه رشت رحیم جان مقیمی به مادر سربازی که در زده‌خوردهای مسلحانه سال 2022 در مرز با قرقیزستان کشته شد توفه کردند. البته عرض سپاس و منتداری حکومت به خانواده هایی که فرزندشان در راه حفظ مرز و بوم کشور شایسته دستگیری است، ولی این کار نباید از حساب به کوچه پرتافتن یک عائله معیوب صورت بگیرد و اون هم از حساب خانه‌ای که در وقتش اصنام پرزیدنت به این خانواده عبارت از 4 معیوب توفه شده بود. بنا به اطلاع دریافتی با سفارش پرزیدنت تاجیکستان این خانه را سال 2009 به عمه مدینه و میرونه که او هم معیوب مادرزادی بود توفه کردند و آنها در این منزل یک حجرگی 4 نفر عمه و پدر این دو خواهر و خود مدینه و میرونه به سر می بردند. مشکل آنها سال 2021 بعد درگذشت عمهشان سر شد چون که مقامات نویه رشت از گذرانیدن این منزل به نام این دو خواهر که در همین 4 دیوار تنگ به وای رسیدند دست کشیدند. مدینه که الکی به وای رسیده است روزگار خودش و خواهر هنوز مکتب خونش را از حساب دوزندگی پیش میبرد. یک ماشین درس دوزی خریده کرته های زنانه میدوخت و برای هر یک کرته به وی از 10 تا 15 سامانی میدادند. همین طور برخی مردم دست بخیر و همسایه ها به مدینه و میرونه دست کمک دراز میکردند و خواهران از همین نصاب روز رو پیش میبردند و پول برخی خانهشون رو هم هر ماه میسپاریدند. حالا مدینه و میرونه به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون مراجعت کرده خواستار دستگیری آنها در روز سخت در مقابل بیدادی مقامات محلی شدند. آنها هیچ نمیفهمند که چگونه مقامات رشت توانستند آبروی پرزیدنت را پشت پا زده خانه را که او به یک عائله معیوب توفه کرده بود به چنین صورت خشونت‌آمیز از دست آنها کشیده بگیرند و کوچ و بند آنها را بدون یگان ترحم در کوچه پرتویند. مدینه و میرونه همچنین به همه هموطنان مهاجر دست بخیر به خصوص به رحیم جان باباجانوف معروف به رحیم غرمی که با عملهای خیر خود نام برآورده است مراجعت کرده خواستار کمک برای نجات از این ورطه نومیدی و بی علاجی در زندگیشان شدند. آنهایی که میخواهند به مدینه و میرونه کمک برسانند میتوانند به این کارت بانکی کمک خود را گذارند. دوشنبه سیتی 9762 00 00 74 68 58 42. این کارت به رقم تلفن مدینه مجیدزاده پیوسته است. 992 98 89 76 550. الکی برخی قلابان کوشش کردند که با بهانه گوی و کمک از خوشباوری این دو خواهر معیوب سوء استفاده کرده حساب بانکیشان را خالی کنند. از همه گونه قلابان خواهش میکنیم که اگر میل و امکان کمک کردن ندارند پس از برای الله حداقل چنین مردم بیچاره و مشت پر را فریب ندهند.